سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم دیارانی یعنی برون مرزی دهی کانواز، حمد خدا، شکر خدا که من همین سال ماه ینور سفر کرده نزد همه شما 41 شهری روسیه رفته بودم و از همه شمایان عزیز برای بنیاد بیمارخانه مبلغ داده بودین، اما مبلغ های شما داده بودین اول برای قرض هایی که سال گذشته برای بیمارخانه استاها و مهندسا و کارگرا بدادیم، باقی ماندیش در دست ما امانت بود و حمد خدا که از طریق حکومت نیک مقامات حکومت به ما رخصت دادن. همین کوی مشهد یعنی کنده این پاوراتی که بسیار مردم به خطرناک بود و مشکل برای مردم مشکلات پیشکش میکرد، یعنی برای کندن ما به رخصت دادن. الحمدلله که ما از دویم اکتبر تا امروز این کوه را کندیم. 500 ماشینه یعنی که با تقریبا 80 کم از سنگ خاک شده جایهایی که سیل زشیت میگیم من شما، یعنی برای محافظت سیل بوده خالی کردیم. کسان کپریکای پایان قلعه این مکتبی یعنی که نو و به، اما الحمدلله که این کار برای شما راه جنت یعنی کشادیم، زیرا که پیغمبر عزیز من شما محمد علیه السلام من سوال کردم که بهترین انسان ها که در جواب محمد مصطفی صلی الله علیه و گفتن بهترین انسان ها که آنهایند که از آنها انسان ها منفعت میبرند و یعنی برای خیر مردم قدم میزنند. و در حدیث دیگر باز هست که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم خصلتان لا شیء افضل منهما و خصلتان لا شیء اخبث منهما. دو خصلت در دنیا وجود دارد که از او بهتر خصلت نیست، یکی ایمان به خدا و دویم برای مسلمان ها منفعت رساندن. این از همه یعنی خصلت بزرگ و هم ثواب اجر عظیم دارد. اما دو خصلت دیگر وجود دارد که از او بدتر در دنیا خبیث‌تر خصلت نیست، یکی به خدای تبارک و تعالی شرک آوردن و دوم یعنی که مسلمان ها به ضرر رساندن و این خصلت از همه بدترین. خدا کند که بینندگان شنوندگان ما یعنی در قید حیات کار میکنیم که تمام بندگان خدا اون قطعی نظر اون نصرانی یهودی مسلمان از من شما بهره برد و ضرر نبیند و کار کنیم که هم دنیا ما هم آخرت ما را آباد کنیم. الحمدلله ما امانت شما را یعنی همینجاش به صرف کردیم. خدا را میلیون ها شکر، بیعدد شکر. با از دیار کم بودیش به هر کسی که از این راه میگذرد و به دست ما امانت دادند و امانت از تمام کار دوام دارد، یعنی استفاده برساکن. خداوند من شما را کامیاب و فیروز کند. با ما عزم داریم، شما آگاه باشد این سال باز خدا اگر خواسته باشد برای آبادی همین دیار که عزم ما از نواز هم به شیطان یک بار یعنی
منفرش کردن است، از صفت یعنی گریه چی کردن است. انشاءالله چندین برادرهای من شما لیلا بدون یعنی از سرا حمزه علی دیگر دام الله ها انشاءالله عزم کرده هستند. انشاءالله به خیرات مردم به صدقات مردم که راه هم منتش میکنیم. اما سبب اساسی گویم فهمیده ماند که وطنی مانده صلح صلاح وحدت ملی برقرار. جناب عالی خدا محافظت می‌کند که این تنگی این آرامی یعنی تا بر روز قیامت برقرار باشد. بین در افغانستان و در دیگر مملکت ها این کار کردن ممکن نیست. از این طرف تیر میبیاد، از اون طرف تیر میبیاد، همه به حال دوش آواره. اگر آرامی نباشد، تنگی نباشد، نه راه آباد میکنید، نه بیمارخانه میسازید، نه مسجد میسازید، نه مسجد میرید، فقط به یعنی که غمی جان خود میشید. اما آرامی، تنگی، صلح، صلاح برقرار باشد، یعنی هم وطن آباد میکنه، هم عائله خدا آباد میکنید، هم مردم خرسند میکنید. خدا کند که جناب عالی با همراهی تمام کارمندان این مملکت خدا محافظت کند و خدا کند که من شما با خدا انصاف دهد که برای اصلاح خود به جای عیب همدیگر جستجو کردن عیبهای خدا اصلاح کرده شویم، برای همدیگر به چاه گفتن بجاش یعنی همدیگر به مهربان مشفق شویم، برای آنکه ابغا و غیبت و فتنه کنیم ما باید که یعنی صلح صلاح به دندانهای اشک کردیم یعنی برقرار داره. و از همه جوانان به من گفتنی هستم که خصوصا در روسیه، در بیلاروسیه، در اوکراین، در کجای هستید دشمنان اسلام پرچه پرچه کردنی هستند. این به اما شما هوشیار شوید، زیرکی از دست ندید. یعنی که همین من شما همین لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله گفتیم و به خدای رسول ایمان آوردیم و که اسلام از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و تا این دم دشمنان اسلام چند به تقسیم کردن، سنی، شیعه و معتزله و رافیزه و اسماعیله کرده تقسیم کردن. با حاضر میخواهند که بتون یعنی که سلفیه و وهابیه و هاکذا به نام ها که اسلام پرچه کنند، لیکن شما اصل خود فراموش نکنید. یعنی هم مذهبی خود ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمت الله علیه مذهب شونه یعنی که خیر الامور اوسط و بهترین کارها ما بینش همین مذهبی من شما مذهبی یعنی که اوسط میانه است، تندرو نیست. یعنی برای همین مذهبی خدا یعنی علماهایی که تا این دو ما به اسلام آوردن فراموش نکنید، چه ایشانا بودن، چه حافظان قرآن ملاها بودن. یعنی که این نوها که 4 حدیث یا 5 حدیث یا یک سوره یاد کردن همه جای یعنی که به قول تونغسته کردن گلگو انداختن. خدا از این فتنه ها من شما نگه دارد و وطن بیم هر خیل رویه‌ای و هر خیل گپ‌ها خصوصا اینترنت و یعنی اخبارهای عمومی که اون فتنه می اندازد گوش نه اندازد. اون علمایی که یعنی از عقیده من شما بیرون جمع مزند قبول نکنید و حرکت کنید که هم دنیاتون هم آخرت آباد کنید. نه این 200 متر راه همین تنگی صلح صلاح در های مسجد شادگی که احمد نماز خوندن هیچ کس من کسادش نیست. بچه ها بس که چرا نماز جماعه نمی آید؟ ها کامیره ها ماندگی است. برای همین کامیره های الهی شب بر روز کیفتای شما است. کامیره های الهی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. خداوند بعد از که به دنیا آمدید علقه کامیره های الهی هم ملائکه ها کرامن کاتبین ها می نویشند و درون مسجد به در اومده دستت نبرداری، پات نبرداری، آمین نگویی، پات راک نکنی. یعنی هیچ کسی هیچی نمیگوید. هم پدر و مادر چه خیلی نماز خوند که همون نماز اوسط و دید ما در دنیا یعنی همون نماز بابی اجدادی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله مانده آمده میخونیم موافق مذهب حنفی ابو حنیفه امام اعظم مثل همون نماز خونید تو از کامیره ها چی میترسی؟ کامیره ها همون ابغاگرایی که ما بین 500 600 نفرند بلند آمین میگویند، پای راگ میکنند، دست میبردانند. همونا به من شما به من که خدا میترسم نماز خوندن نیست. شما از کامیره های الهی ضابطش ترسید که در کوچه، در بازار، در همه جا وجود دارد. در کتاب من شما کرامان کاتبین ها
طرف دست راست ما نیکی من شما می نوشتن، در دست چپ ما کاری بدی من شما نوشت. از کاری زیست من شما خدا نگه دارد. و خصوصا در خارج ثلاث منجیات دعوات الوالد و المسافر و المظلوم، سه گروه انسان های دعاش اجابت. باید که پدر و مادرها هستیتون در سفر و پدر و مادرای وطننگی حق فرزندا و دعا کنید که خداوند فرزندای از عقیده های باطل، خیال های فساد و وسوسه های شیطان و ابغا و غیبت کردن خدا نجات دهد. و دوم دعای مظلوم، هم آنهایی که بیمار هستند و یعنی در مسافرت برای شفا روسیه و بلاروس و دیگر مملکت ها رفتند و مظلوم هایی که ناحق و به تهمت بهتان داشتند، آنها هم دعا کنند که دعای آنها اجابت و دعای مسافر اجابت که از 120 کیلومتر در مذهب ما بیرون روید، یعنی مسافر میشوید، نماز چهارگانه فرض 2 رکعت قصر میخونید، سنتاش بتون میخونید، یعنی دعا کنید، دعای مسافر اجابت است. ما به اینجا آمدیم برای رحمت خدا را کافته به این راه بر آمدیم و مغفرت خداوند بزرگ کافته آمدیم و برای لطف احسانش رسیدن آمدیم. خداوند از همه مبلغ دادگی ها و از دور ایستاده طرفدار کردگی ها و از دور ایستاده دعا کردگی ها همین کار خیر به انجام رسد. ابتگاه خداوند اجرش محروم نکند که اذا مات الانسان این قطعنه عمله الا ثلاث. هر وقت که من شما از دنیا میریم نامه اعمال من شما و نوشته شده ایستاده، یعنی ثواب و عذاب ختم میشد مگرم 3 چیز ثوابش میرسد. یکم صدقه جاریه. صدقه جاریه انا همین، یعنی آب کفته از چاه آب برآورده مردم به دادن و راه وسیع کردن و مسجد مدرسه کردن، بیمارخانه و باغچه بچگانه و مکتب ساختن، این همش صدقه جاریه است که ثوابش میرسد. دوم علمی که آموخته باشد برای منفعت مردم، یعنی سفربر کرده باشد، خواه متیماتیک و خواه فیزیک و خواه الگبر و خواه انجینیر و خواه دکتر و خواه قرائت قرآن و خواه علم حدیث و خواه علم مسئله و مسائل، یعنی که ثواب همین شاگردا دعا کنند و سیوم فرزند صالح کار کنید که فرزنداتون ناخلف نشود، فرزنداتون فرمانبردار خدا و رسول و فرمانبردار شما شود و دعا کنید که این کار خیر به انجام رسد. انشاءالله باز ماه دکبر اگر نصیب کند نزد همه شمایان مسافرها و از سفر داریم، یعنی به 3 مقصد. مقصد اول در جستجوی خداوند متعال و مغفرتش و لطف احسانش. دوم سفر ما، مقصد ما برای همه شما مثل هر ساله برای نصیحت کردن به کار خیر از کار بد برای بازداشتن. سوم همچنین مسافری غریب و قلندر حق هر یک آیش که ما به دعا گفتن به ما عزم داریم انشاءالله که خدا کند که ما به میسر کند و رفته بار آینی این 30 سالگی، یعنی استقلال تاجیکستان به خرسندی به این راه های هموار و به این دبدبه های، یعنی که پیشرفت زمان یعنی پیشرفت گیریم و خداوند رئیس جمهور و تمام وزیر وزراها و کارمندان و ناحیه دیوات 9 میلیون اهالی تاجیکستان از خدا طلب دارم که از قهر و غضبش اول، از بلاهای آسمانی زمینیش و از این یعنی دشمنان داخلی و خارجی و از این فتنه آخر زمان، از فساد آخر زمان، از ابغاوگری و فتنگری ها خدا نجات دهد و محافظت کند. هم دنیا ما هم آخرت ما را خداوند بزرگ یعنی که آباد کند. و آخری دعوانا الحمدلله رب العالمین برحمتک.